این ویدیو رو با هم ببینیم. آخرین روز نخست وزیری جناب مارک روته، نخست وزیر هلند. ایشون تو دوره نخست وزیریش که یکم هم طولانی بود، 14 سال، حالا ویدیویی که ازش می‌دیدیم تو فضای مجازی بود، با همین دوچرخه میومد، با همین هم برمیگشت. یعنی در نهایت سادگی، حالا البته ممکنه تعبیرم بشه داره عوام فریبی میکنه، ولی واقعا توی قدرت محدود، یه نظام دموکراتیک که قدرت از طرف مردم تفویض شده و قابل استرداده، واقعا فکر نمی‌کنم کسی احتیاج به عوام فریبی داشته باشه. این مدل زندگیش همین بود، با دوچرخه میومد، با دوچرخه هم میرفت. و من فکر کنم مصداق بارز این حکایت عالی جناب سعدی هم میگه شنیدم که فرمانده ای دادگر قبا داشتی هر دو روی آستر. حالا لباسش ساده بوده یا کهنه بوده، پشت و روی لباس یکی بود. شنیدم که فرمانده ای دادگر قبا داشتی هر دو روی آستر. یکی گفتش ای خسرو نیکروز. خسرو هم خب لقب یک سلاطین بوده، پادشاه حالا یا فرمانده. یکی گفتش ای خسرو نیکروز ز دیبای چینی قبایی بدوز. قبا هم خب همون عبا میشه، لباسای جلوباز. بگفت اینقدر، در جواب همون بابا که بهش میگه لباسی از دیبای چین بدوز و بپوش، میگه که بگفت اینقدر ستر و آسایش است و از این بگذری زیب آرایش است. میگه با این راحتم هم پوشیده، بیشتر از این دیگه تجملاته. نه از بهر آن میستانم خراج که زینت کنم بر خود و تخت و تاج. مرا هم ز 100 گونه آز و هواست. منم دوست دارم، حالا نه حکما لباس دوست داره، شاید ایشون هم دوست دارن لیموزین ضد گلوله سوارشن، ماشین ضد گلوله سوارشن، اما در نهایت سادگی میومد و میرفت. مرا هم ز 100 گونه آز و هواست ولیکن خزینه نه تنها مراست. خزاین پر از بحر لشکر بود نه از بحر آذین و زیور بود. حالا ادامه شعر و کاری ندارم، یه نکته دیگه خواستم عرض کنم. یه ارزش هایی هست که فرقی نمیکنه قرن 13 میلادی تو شیراز دوره عالی جناب سعدی یا قرن 21 آمستردام هلند. این ارزش ها هیچ وقت از بین نمیرن. یکیش همین ساده زیستی، حالا ساده زیستی یک مقام خب خیلی بیشتر به چشم میاد.